ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён», китоби сеюм, гуфтори 81. این اصولی پسندیده جنگ بدوی ها در مقابل لشکری متحد و منظم و دوچند افزون رومی ها که هنگام محاربه ها عملیات یکجایه و متمرکز داشتند چندان کار نمیداد. خالد ابن ولید که در طی محاربه های 10 سالش تجربه بای لشکرکشی اندوخته بود، در حال به تأسیس جبهه های تازه و مشترک و متمرکزی سپاه اسلام شروع کرد. اصلا او همان سرلشکری است که در جنگ احد با دسته سواره های خود از عقبگاه حمله آورده لشکری اسلام را شکست داده بود. پس از صلح حدیبیه سال 8 هجری اسلام آورده در فتح مکه فرمانده قسمت میمنه سپاه اسلام گردید. سپس در جنگ حنین و طائف و دیگر فتوحات اسلام کارنمایی های زیاد نشان داده از پیامبر نام سیف الله را شمشیر خدا گرفت. بعد وفات پیامبر در سرکوب کردن آشوبگران و مشرکان و مخالفان اسلام مهارت بلند لشکرکشی، جسارت و کارنمایی های ناتکرار نشان داده از جانب ابوبکر فرمانده جبهه عراق تعیین گردید. در دوره آمادگی و حرکت خالد به سمت سوریه، ابوبکر روز 7 جمادی الاخر سال 13 هجری تقریبا 8 اوگوست سال 634 به قول طبری از اثر زهر دادن بیمار شده 15 روز بستری گشت و عاقبت روز 22 جمادی الاخر مطابق به 22 اوگوست سال 634 در سن 63 سالگی وفات کرد. ابوبکر هنگام بیماری خود به صحابه های پیامبر وصیت نمود و دستور داد که عمر ابن خطاب را به جای او خلیفه کنند و او را بیعت نمایند. خالد ابن ولید موافق دستور ابوبکر بعد رسیدن به جبهه یرموک فرماندهی کل سپاه اسلام را بر دوش گرفته در نهاد لشکر جزو تامهای مکمل، دسته های منظم و قوی، انتظام قطعی و زمینه عملیات یگانه و متمرکز را گذاشت. و قبل از محاربه یرموک سپاه اسلام را به 36 دسته تقسیم کرده به هر یک دسته نفری از فرماندهان جسور و جنگ آزموده را گذاشت و چند دسته را به یک گروه وابسته نموده تحت راهبری یکی از فرماندهان بزرگ لشکر نهاد. او چند گروه فرماندهان بزرگ را در جبهه قلب لشکر متحد ساخته تحت اطاعت ابو عبیده ابن جراح قرار داد. جبهه میمنه یعنی رزمندگان بال راست را به اختیار عمرو ابن عاص و شهربیل ابن حسنه، رزمندگان جبهه میسره یعنی بال چپ را به راهبری یزید ابن ابو سفیان و سرلشکران دیگر گذاشته خود خالد سرفرماندهی کل سپاه اسلام را
بر دوش گرفت. او اینچنین دسته های پیشتازانی لشکر و محافظانی پشتی جبهه جنگ را تأسیس داده به اختیاری سرلشکرانی جنگ دیده سپرد. خالد در عین حال سپاه سواره را به 4 گروه تقسیم نموده. 3 گروه را در جبهه های قلب، میسره و میمنه جای داد و 1 گروه سواره ها را در جبهه احتیاطی نگاه داشته فرماندهی کلی دسته های سواره را به اختیارش. این جنگ 20 آگوست یعنی 2 روز قبل از وفات ابوبکر سر شده، از آغاز هجرت کلانترین و شدیدترین محاربه لشکری اسلام بود که با چنین دشمنی جنگ آزموده و توانا از روی شماره افزون به قول مورخان بیش از 50,000 و دارای عملیات یگانه و حمله های مشترک بار اول دچار می شد. در آغاز این جنگی شدید از هر دو جانب هزارها نفر قربان شده، صف لشکری مسلمانان در هم شکست و آنها ناچار عقب نشینی کردند. ولی لشکری اسلام با هدایت سواره های خالد ابن ولید، اکریمه ابن ابو جهل و چندین سرلشکران بیباک و فدایی حمله دشمن را با ثبات و استواری نگاه داشته روحیه جنگی مسلمانان را نیروی تازه می بخشید. حمله سواره های رومی با قربانی های گران بازداشته شد و در همین لحظه جبهه سواره های احتیاطی خالد رسیده دشمن را از باری چپ و راست لشکری اسلام به قفا افکند. خود همان بیگاه دسته های سپاه سواره اسلام به هجوم گذشته اردوی سواره دشمن را به عقب نشینی وادار نمود. با دستور خالد راه را برای فرار سواره های رومی گشادند و سر اول دسته های جنگاوران پیاده دشمن را احاطه نموده آنها را در تنهایی شکست دادند. به اندیشه مورخان رومی برای پیشرفت حمله لشکری سواره آنها تندباد و ریگ خیسته بیابان خلل رسانده هنگام هجوم جوابی لشکری سواره خالد سرفرمانده قنات راستی سواره های رومی کشته شد و این قضیه تقدیر نبرد را به فایده مسلمانان انجام داد. پیروزی به لشکری اسلام بر عوض قربانی های گران میسر گشته. در میدان نبرد یرموک بیش از 4,000 مسلمان کشته شد. از دسته تقریباً 27,000 سپاه اسلام هزارها نفر زخمی گشته همگی 10-12,000 جنگاور قابل نبرد باقی مانده بود و بس. محققان در اساس آموختن سرچشمه های تاریخی به اندیشه رسیدند که از 50,000 لشکری رومیان تنها 20,000 رهیده باقی مانده اش اسیر افتاده و کشته شدند. در هر صورت بر اثر این غلبه لشکری اسلام از قرارگاه اردوی دشمن ذخیره های جنگی و غنیمت زیادی را بودند که سهم هر یک سوارکاران به 24,000 دینار طلایی و سهم هر یک از پیادگان 8,000 دینار طلا رسیده بود و همین میزان پولی نقره بین آنها تقسیم گردید. 1/5 از غنایم غنیمت ها به مرکز خلافت به مدینه فرستاده شد. امپراتور ایرکلی بعد مغلوبیت به پایتخت روم شرقی انتیاخیا آمده مدتی آنجا برآسود و
سروری سپاه را به سرلشکران خود واگذاشته راه کنستانتینوپل را پیش گرفت. شاید او در این حالت به گردآوری مبلغی گران و لشکری نو و تازه دم احتیاج داشت که سوریه را ترک نموده رو به کنستانتینوپل آورد و این اقدام او را مورخان اسلامی آب و رنگ خاصه بخشیده می نگارند که گویا هرکلی شام سوریه را ترک نموده هنگام وداع با درد و اندوه انتخاب نموده است. الوداع شام تا ابد. نبرد تاریخی یرموک سپاه افزون امپراتوری توانای روم هرکلی را به شکست گرفتار نموده برای فتح و کشورکشایی های من بعده لشکر اسلام راهی وسیع گشاد. محض بعد این پیروزی در عهد خلافات عمر ابن خطاب دویمین خلفای راشدین لشکری توانای و مجهز و جنگ آزموده مسلمانان به ضبط نمودن قلمرو پهناور ساسانیان و ملک‌های شرقی امپریای روم پرداختند. خلافت عمر 634 644. دوره خلافت عمر ابن خطاب از انتهای ماه جمادی الاخیر سال 13 هجری مطابق به آخر اوگوست سال 634 میلادی ابتدا یافته مدت 10 سال یعنی تا سال 644 میلادی دوام کرد و او رویش خلافت اسلامی را در زمینه سیاست پیش گرفته پیامبر ادامه بخشید. راویان اسلام می نگارند که بعد رحلت ابوبکر صدیق به مسند خلافت عمر ابن خطاب رسیده در مسجد مدینه سختگیری خود را در راه اسلام تأکید می نماید و می گوید که من در نزد رسول الله و خلیفه او ابوبکر مانند شمشیری برهنه بودم تا دین پاکی خدای را از زیان مشرکان و بدخواهان ایمن بدارم. واقعاً عمر شمشیری برهنه‌ای بود که در طی بیش از 10 سال خلیفه بودنش لحظه ناآسوده در قلمرو ایران و روم دو دولت ابرقدرت شرق نزدیک امپریای پهناوری اسلام را بنیاد گذاشته به جای کیش زردشتی و دین مسیحی آیین اسلام را انتشار داد و دولت عظیم و پهناوری مسلمانان را به عرصه تاریخ آورد. اولین کاری که عمر بعد رسیدن به مسند خلافت کرد به قول طبری خالد ابن ولید را از امارت لشکر برکنار ساخته ابو عبیده ابن جراح را به خود نایب نمود و امر داد که چون سروری کل لشکر اسلام فتح سوریه، فلسطین و عراق را ادامه بخشد. بعضی مورخان این تدبیر را از ناخوبی مناسبت شخصی عمر و خالد ابن ولید می بینند. چند دیگران بران اندیشند که بعد پیروزی لشکر اسلام از بالای روم خلیفه نو طبق امر سابقه ابوبکر وظیفه امیرالجیش سرلشکری ابو عبیده ابن جراح را برقرار نموده خالد را از مسند کل سپاه اسلام معزول می سازد. سرلشکران اسلام بعد فتح یرموک در ضبط نمودن شهرهای اجندین، دمشق، قیصریه و دیگر قریه های سوریه و فلسطین با دشواری پیش رفته در فتح قلعه و استحکام های استوار حربی مهارت و تجربه کافی نداشتنشان را پی میبرند. علل خصوص لشکری مشترک یزید ابن ابو سفیان
و خالد ابن ولید با وجود شرکت نداشتن لشکری امپراتور ایراکلی در محاصره دمشق و فتح آن بیش از 70 روز زحمت کشیده، عاقبت بعد گفتگوزاری دو طرفه ساکنان شهر با سروری روحانی مسیحیان انستاسی نیستر صلح می‌بندند. مطابق سازشنامه صلح دمشق که با خالد ابن ولید 14 ماه رجب 3 سپتامبر سال 635 بسته بودند، ساکنان شهر عهدهدار می شوند که در یک وقت 100,000 دینار تاوان جنگ و هر سال از 2 تا 4 دینار جزیه سرانه یا به عوضش گندم بپردازند. قضیه هنگامه های استیلای سوریه و فلسطین را مختصر کرده به سر آن می آییم که سرلشکری دیگری عرب ابو عبید ابن مسعود ثقفی مطابق امر خلیفه عمر در ماه جمادی الاول سال 13 هجری سال 634 با 10,000 لشکری سلحشور اسلام به سمت عراق حرکت نموده در حیره با لشکری مثنی ابن حارث می پیوندد. موردی ذکر است که لشکری بیش از 10,000 مثنی بعدی به جبهه سوریه و فلسطین رفتن خالد ابن ولید از فشار استقلال خواهان و آشوبگران ضد عربها در عراق به خصوص مضافاتها و شهرهای ضبط شده مزار، انبار، اللیس، دامت الجندل، ولج و غیره به تنگ آمده ناچار در مرکز ستاد لشکر شهر حیره پناه بردند و رسیدن سپاه امدادی مسلمانان را چشمدار گشتند. مضافات‌های در عراق فتح کرده خالد ابن ولید در طول 2 سال نبودنش بر اثر اسیان و آشوب‌های مردم محلی تدریجاً از دست رفته پیروزی‌های سابقه لشکری اسلام را در حدودهای حیره عملاً گرفتاری ناکامی ساخته بود. فتح دوباره عراق. لشکری متحده ابو عبید ثقفی و مثنی ابن حارث از حیره پیش رفته در محل با نام نماریق که بین حیره و قادسیه واقع است با لشکری آشوبگران ضد عربها با سروری گبان برمی خورد و آنها را مغلوب می سازد. در این نبرد گبان و یکی از سرلشکران او اسیر می افتند. سرلشکری کارآزموده ساسانیان رستم فرخزاد که اصلا از خراسان آمده از جانب یزدگرد سه به امتیازهای زیاد صاحب شده بود، خطری حمله آوردن لشکر اسلام را به دسته آشوبگران دیگر با سروری نرسه احساس می کند و به مدد آنها سپاه بدی را با نام جالینوس می فرستد. نرسه جرأت جنگ روبرو با سرلشکران اسلام نکرده در سکاتیه نام قلعه در نزدیکی کسقر شینک می گیرد و انتظاری رسیدن لشکری امدادی جالینوس می گردد. لشکری سرمست پیروزی ابو عبید ثقفی به نرسه و جالینوس فرصت متحد شوی نداده با حمله های تیز و تند دسته های آشوبگران را شکست می دهد و خزینه نرسه و غنیمت های زیادی را به دست می آورد و ابو عبید ثقفی با همان تندروی به سپاه امدادی جالینوس حمله می کند که یک فرسخ دورتر از سکاتیه در قریه برسما
عاقبت جنگ نرسی را نگران بود. لشکری جالینوس به مقابل سپاه سلحشور اسلام چندان مقاومت کردن نتوانست و راه عقب نشینی را پیش گرفته با لشکری باقی مانده سوی تیسفون شتافت. عاقبت قریه و مضافات‌های سواد، بروسمه، زنداورد، زوابه، اینچنین شهرهای اولیس، مزار، ولج و غیره که بر اثر آشوب‌ها تدریجاً از دست رفته بودند، دوباره به تصرف لشکر اسلام آمد. رستم فرخزاد از شکست سرور آشوبگران گبان و نرسه، اینچنین فرار سپاه امدادی جالینوس ناامید نشده، لشکری کسبی تازدم با سروری بهمن جازویه تأسیس داده به آن باقی مانده های سپاه جالینوس و دیگر دسته های جنگی را همراه می کند. سپاه ساسانیان با سروری بهمن جازویه در سمت شمالی ساحل چپ رود فرات در موضع قسون نتیف لشکر اسلام باشد، با سروری ابو عبید ثقفی در جنوبتری ساحل راست فرات در قریه مرواح موقع می گیرند. این محاربه در تاریخ با نام جنگ پول مشهور می شود که ماه رمضان سال 13 هجری مطابق به اکتبر نوامبر سال 634 روی داده، یکی از نبردهای شدید لشکر اسلام در مرزهای ایران بود. لشکر ابو عبید ثقفی از تهمتن و صدای دهشتناکی زنگوله ها رمیده خود را عقیب زدند. تیراندازان سوار فیل از پریشانی صف لشکری سواره اسلام استفاده نموده آنها را به آسانی نابود می کردند. ابو عبید ثقفی از پریشانی صف سواره ها و رمیدن تکاوران برآشفته امر داد که از اسبها فرآمده با فیلسواران پیکار نمایند. جنگ نابرابر چندین ساعت ادامه یافت و حمله فیلان را بر عوض قربانی های زیادی باز داشتند. اما چند فیل جنگی کوه پیکری همانا پیش آمده و لشکر اسلام تلفات گرانی می رساند. ابو عبید ثقفی به فیل سفیدی پیش صف حمله آورده به خرطومش شمشیری زد.
فیلی تهمتن از شدت درد به خشم آمده ابو عبید را زیری پا کرد و لگدمال نمود. سرفرماندهی را برادری او حکم ثقفی به دوش گرفته به فیل زخمین هجوم نمود ولی او نیز کشته شد. از قضا 7 نفر از همقومان ابو عبید ثقفی به قصاص سرلشکر برخیسته یکی پسی دیگر در زیر پای فیلهای خشم زده هلاک گردیدند. مثنی ابن حارث از کشته شدن فرماندهان و تلف یافتن سربازان زیاد اسلام ناچار امر داد که برای بازگشتن لشکر پول و زورقها را آماده نماید. تعداد از لشکر اسلام از وهم جان خود را برود فرات زده غرق شدند و قسمتی از آنها توسط پول به ساحل دیگر گذشتند. مثنی نیز هنگام حمایه پول از ضرب نیزه زخمین شده 10 سرلشکران اسلام به شهادت رسیدند. در این جنگ عربها بیش از 4000 سرباز تلف داده، چندین هزاری دیگر در رود فرات غرق شدند. مثنی ابن حارث با 3000 لشکری باقی مانده اسلام به سمت بابل عقب نشینی نمود. بهمن جازویه میخواست از پول گذشته لشکر اسلام را تعقیب نماید، ولی پیام ناخوشی برخیستن شورش در تیسفون او را از این عمل باز داشت و او در حال سوی پایتخت شتافت. پیروزی سپاه بهمن در جنگ پول عملاً یکی از غلبه های اولین ساسانیان از بالای لشکر اسلام بوده، در صورت جنگ متشکلانه و تعقیب دشمن می توانستند به آنها ضربه هلاکت آور رسانند. ولی ناآرامی های داخلی و پراکندگی مملکت ساسانیان به سپاه فراری مثنی امکان داد که از تعقیب بهمن رهیده از نو لشکر گندارد و به هجوم‌های نوبتی آماده گردد. خبری شکست لشکر اسلام و کشته شدن ابو عبید ثقفی را فراریان سمت مدینه و قاصد مثنی به خلیفه عمر رساندند. آمادگی به جنگ عراق و فتح ایران از نو شروع گردید. خلیفه عمر بعد شکست جنگ پول مدت قریب 1 سال به نبرد نوبتی عراق آمادگی دیده مسلمان ها را بر ضد ساسانیان تشویق می کرد. او فداییان اسلام را که میلی به جنگ سوریه رفتن داشتند سوی عراق به دستگیری مثنی سفربر می کرد. مثنی ابن حارث از حساب بدویان و نیروی امدادی مدینه دسته های تازه گرد آورده ماه نوامبر سال 635 در بویب عراق مهران نام سرلشکری ساسانیان را گرامی، شما گفتاری 81 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخور، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.